ازش پرسیدیم که حالا که امشب تولدته چی خیلی خوشحالت میکنه، از ته دلت میخوایش برات بگیریم. فکر کن جواب چی داد؟ برگشت گفت که دلم میخواد اسب سوار شم. خلاصه همسرم گفت خب اشکال نداره، من یه نفر رو میشناسم که اسب داره و اونجا میشه اسب سواری کرد. ساعت 5 باش قرار گذاشت. ساعت الانم 4 غروب بود و من خیلی تند و تیز داشتم واسه شب سالاد ماکارونی درست میکردم، چون که مهمون داشتم. گفتم با این حساب من نمیتونم باهاتون بیام، چون من شب مهمون دارم. درست کردن سالاد ماکارونی هم میدونین که یکم زمان بره و خیلی ریزه کاری داره. حقیقتا نمیخواستم برم، ولی یهو به فکری زد به سرم که برگشتم به همسرم پیشنهاد دادم که یه راه داره، این که تو بهم کمک کنی و من این سالادو که نصفشو فیلم گرفتم بهم کمک کنی سری درست کنیم با هم دیگه بزنیم بریم. این شد که حضور افتخاری پیدا کرد ویدیو، مخصوصا تو پست من. میگم حالا واقعا لازمه در مورد سالاد ماکارونی هم توضیح بدم. من که اینقدر قشنگ برای شما فیلم گرفتم از ریز ریز کارام، با اینکه خیلی عجله داشتم، یعنی خیلی یارو تیغ بودم. حالا اگه واقعا با سوالی داریم بپرسین، من مواد لازم میشه تو کپشن براتون مینویسم. پارت بعدی رو از دست ندینا. خیلی